دوستم، چشمت را باز کن و فریفته این گونه قومیت مشو. هستند یک نمودی انسان هایی که وقتی رئیس میشوی، وقتی یک مقام بلند میشوی، چیزی میشوی، به نهایت خوش آمد میگن تو را. در خوش آمد همتا ندارن. ای رئیس، اینقدر. بدون که اینها اکتیار هستند، اینها نقش میبازند. ضرری بزرگی دارد به ما، چون هر بار تعریف میکند. انسانیت خواه نخواه هست نفرانی که خود روی داره میکنه، اما بیشتر بعد آیسته سرمان بالا میشود. به هر کجا که رفتیم تابمان نگاه همان، یعنی کلان انسان دیگر من همین بودم گویا. پس بدونید که پگاه که شما از وظیفه رفتید، اینها احتمال است که در کوچه به شما سلام میکنن یا نمیکنن. کسی دیگر آمد او رئیس شد، با دوان نزد او میروند. از این چیز بسیار با احتیاط باشید. یگانه چیزی که قدر شما را نگاه می‌دارد این آدمیگریت شما است. اگر شما خدمتی بر جامعه کردید، خود را خاکسار گرفتید، پس قدر شما همون گونه هست می ایستد. دلیل: استاد داخل صنفخانه می شود، یک $50 را می گیرد، میگوید که این را می خواهد، همه دست می بردارد من. بعداً پول رو گرفته مجاق می کند، تگی پایش می کند، می زند، چرکین می کند، هر کاری که هست می کند. باز می بردارد، میگوید که این را می خواهد، باز همه من میگوید. پس سوال پیدا شد: چرا پول پس از این قدر پس زنی و دیگرها قدرش را گم نکرد؟ میدونیم زندگی پسی و بلندی ها دارد. امروز یک کسی هستیم، فردا نمیشیم. امروز این هستیم و آن با چی دشواری ها پول داریم نداریم. اگر ما قدر ما را بدانیم، آدمگری رو به جا آریم و خاکسار باشیم، در هر صورتی که نباشیم، انسان قدرت رو دیده گپ بزند. قدر خود را بدانید. با این خوش آمدگویی های اطراف اعتبار ندهید و کوشش کنید که خودداری کنید، زیرا این انسان را میبرد.